سلام برابط، حالتون چطوره؟ آشور هستم و امروز اومدم با اولین ویدیو یوتیوبم که میخوام تو این ویدیو بهتون آموزش بدم که چطور گرانی مد شده رو نصب کنید روی اندروید. شما برای نصب کردنش دو حالت دارید، یا البته میگم حالتاشو. برابطی که منو تو کانال آپاراتم میشناختن حتما تو کامنت ها بگن که با خبر بشم کیا از یوتیوب توی آپارات منو میشناختن و لینک کانال آپاراتم برای بچه ها بفرستن. و حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومد دکمه سابسکرایب لایک رو بزنید، زنگوله هم رو آل بزنید تا دفعه بعد اگه ویدیو داشتم با خبر بشید. و اینکه شما هر ویدیو آموزشی در مورد گیمینا خواستید به هم تو کامنت ها بنویسید، من براتون اون ویدیو رو میذارم. خب اولین کاری که شما میکنید، من میخوام اولین روش رو بگم. اولین روش اینه که شما وارد گوگل میشید، مینویسید گرانی مد شده سایت دارک وب، اینو می نویسید، بعدش براتون میاره. روی اولی کلیک میکنید، بعد میاد پایین تر، یکم پایین تر میاد، بعد اینجا 3 تا گزینه داره. ببینید 3 تاش هم مد شده است، ولی بهتر اینه که شما این وسطیه رو بزنید. گزینه وسطیه رو شما بزنید، یعنی همین گزینه‌ای که من مشخص میکنم. شما این گزینه رو بزنید تا فایل براتون دانلود بشه. اینجا می‌نویسه به هر حال با ممکن است فایل مضر باشد، اصلا مضر اینا نیست. شما دانلودش کنید، بعد برید از توی دانلود هاتون بذارید، نشون بدم دانلود هاتون کجاست. من اینو بذارید دانلود کنم. این به هر حال بارگیری شود و که زدید این بالا اینو میزنید، میاد اینجا و دانلود هاتون اومده. الان این اومده برای من، همینه که میبینید. من روی این اگه کلیک کنم فایل برام نصب میکنه، اینو. و دومین روش که میخوام بهتون بگم، شما وارد کانال تلگرامم که توی توضیحات این ویدیو براتون میذارم میشید. من یه دونه براتون میفرستم لینک، اگه اون لینک رو دانلود کنید میتونید راحت بازی گرانی رو از اون طریق لینک نصبش کنید. انتخاب با خودتونه. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد بازم میگم دکمه سابسکرایب لایک رو بزنید و زنگوله رو روی آل بذارید تا از ویدیو بعدی با خبر بشید. و توی کامنت ها بنویسید که دفعه بعدی چه ویدیوی آموزشی در مورد گیم براتون بذارم. دمتون گرم. خدا نگهدار.